طبق نظریه فروید تمام بیماری‌های روانی میتونن منشأ جنسی داشته باشن. امروز میریم سراغ یه فیلم روانشناختی واقعی و هیجان انگیز به اسم A Dangerous Method. به کانال موویلند خوش اومدین. دکتر یانگ روانشناسیه که میخواد یه بیمار به اسم سابینا رو به روش جدیدی که فروید ابداع کرده درمان کنه. سابینا یه دختر پولدار رو تحصیل کرده است که دلش میخواد دکتر بشه. اون از بچگی تحقیر شده، پدرش مدام اونا رو کتک میزده و بعد مجبورشون میکرده که دستش رو ببوسن. دکتر یانگ از گفتار درمانی برای درمانش استفاده میکنه، اما اون خیلی همکاری نمیکنه. یانگ مجبوره یه مدت به مأموریت بره و درمان رو رها میکنه. حال سابینا هم هر روز بدتر میشه تا اینکه دکتر از مأموریت برمیگرده و به سابینا پیشنهاد میده توی تحقیقاتش کمکش کنه. اونا اولین کارشون رو با همسر یانگ شروع میکنن و سابینا خیلی خوب کارش رو انجام میده. دکتر یانگ به گفتار درمانی ادامه میده و سابینا براش تعریف میکنه که یه شب یه چیزی کنارش حس کرده، اما وقتی نگاه کرده چیزی اونجا نبوده. دکتر ازش میپرسه اولین بار کی پدرش اونو کتک زده. سابینا هم تعریف میکنه وقتی 4 سالش بوده پدرش اونو لخ کرده و کتک زده، اونم از ترس خودشو خیس کرده. اون اعتراف میکنه که از این کار خوشش اومده و بعد از اون هر بار که تنبیه میشده و یا حتی تنبیه برادراش رو دیده لذت میبرده و ارضا میشده. این مسئله همچنان ادامه داره و سابینا هر وقت تحقیر میشه این حالت رو تجربه میکنه. اون از خودش خجالت میکشه و هیچ امیدی به درمان نداره. 2 سال میگذره. دکتر یانگ با همسرش برای دیدن فروید به وین میره. اون در مورد سابینا با فروید صحبت میکنه. یانگ به سابینا میگه باید از فروید دور باشه چون اون سعی میکنه کاری کنه که همه ازش اطاعت کنند. طبق نظریه فروید همه مشکلات روانی منشأ جنسی دارند. یانگ با این موضوع موافق نیست، اما سابینا فکر میکنه در مورد اون این مسئله میتونه درست باشه. یه روز فروید یه دکتر جدید به اسم اوتو گراس رو برای بستری شدن از طرف پدرش به بیمارستانی که یانگ کار میکنه میفرسته. اوتو با پدرش مشکل داره و از 3 تا زن مختلف 3 بار بچه دار شده، اما یانگ به مسائل اخلاقی پایبنده. اوتو بهش میگه اون باید از فرصتاش استفاده کنه و با مریضاش رابطه داشته باشه، اما یانگ موافق نیست. روز بعد سابینا باهاش در مورد بیماریش حرف میزنه، میگه اون تا حالا هیچ تجربه جنسی نداشته و یهو یانگ رو میبوسه. دکترم شوکه میشه و سابینا از اونجا میره. فکر یانگ حسابی درگیر شده و اوتو تحریکش میکنه که با سابینا رابطه داشته باشه. یانگ تحت تاثیر حرفای اوتو قرار گرفته و فکر میکنه تک همسری یه تلاش بیهوده است. اوتو از هر فرصتی برای لذت بردن استفاده میکنه. دکتر یانگ میره توی اتاقش، اما اوتو یه نامه گذاشته و از اونجا رفته. شب یانگ میره سراغ سابینا و بالاخره باهاش میخوابه. روز بعد همسرش براش یه قایق میخره و اونو سورپرایز میکنه. اون از اینکه یانگ حرف اوتو رو گوش کنه نگرانه. یانگ عذاب وجدان داره، میره پیش سابینا و بهش میگه باید این رابطه رو تموم کنم، اما سابینا اونو متقاعد میکنه که ماهیت رابطهشون فرق داره و این خیانت نیست. سابینا از یانگ میخواد باهاش خشن رفتار کنه و اونو کتک بزنه. بچه 3 یانگ هم به دنیا میاد و اون پسردار میشه. یانگ از فروید برای اینکه اوتو رو فرستاده پیشش تشکر میکنه و فروید ازش میخواد که جانشین اون بشه. یانگ میخواد در مورد تلپاتی و مسائل عرفانی تحقیق کنه، اما فروید موافق نیست. اما یانگ اصرار میکنه که میتونه یه چیزایی رو قبل از اتفاق افتادن حس کنه. یانگ به رابطش با سابینا ادامه میده. یانگ از فروید برای اینکه اوتو رو فرستاده پیشش تشکر میکنه و فروید ازش میخواد که جانشین اون بشه. یانگ میخواد در مورد تلپاتی و مسائل عرفانی تحقیق کنه، ولی فروید موافق نیست. اما یانگ اصرار میکنه که میتونه یه چیزایی رو قبل از اتفاق افتادن حس کنه. یانگ با رابطش با سابینا ادامه میده. فروید از این جریان با خبر شده، اما یانگ انکار میکنه. یانگ نگرانه و میخواد رابطش رو تموم کنه چون این کار شغلش رو به خطر میندازه، اما سابینا التماس میکنه اما فایده ای نداره. یانگ برمیگرده پیش زنش، اما ویانا میگه در مورد رابطهشون میدونه و یه سری نامه ناشناس دریافت کرده. این نامه ها برای همه، حتی مادر سابینا هم فرستاده شده و یانگ دیگه نمیخواد سابینا حتی بیمارش باشه.
سابینا قبول نمیکنه، اما یانگ میگه تنها راهش اینه که هزینه مشاوره رو پرداخت کنه و توی دفتر ویزیت بشه. سابینا هم عصبی میشه و اونو زخمی میکنه و از اونجا میره. سابینا به فروید نامه مینویسه و میخواد اونو ببینه، اما فروید نامه رو برای یانگ میفرسته. یانگ هم همه چیزو انکار میکنه و میگه سابینا میخواد ازم انتقام بگیره. فروید هم جواب سابینا رو میده و بهش میگه حرف یانگ رو باور داره. یانگ داره بیمارستان رو ترک میکنه که سابینا به دیدنش میره. اون خودش رو مقصر این اتفاق میدونه، اما از اینکه یانگ همه چیزو پیش فروید انکار کرده ناراحته و ازش میخواد حقیقت رو بگه، چون میخواد فروید درمانش کنه. یانگ برای فروید نامه مینویسه و همه چیزو اعتراف میکنه. فروید مجبور میشه از سابینا عذرخواهی کنه و با یانگ به آمریکا میره و وقتی برمیگرده سابینا به دیدنش میاد. اون پایان نامش رو برای یانگ فرستاده و میخواد با هم رو پایان نامش کار کنن. اونا کارشون رو شروع میکنن، اما دوباره وارد رابطه میشن. سابینا میخواد بعد از فارغ التحصیلی از زوریخ بره و این یانگ رو شوکه میکنه. سابینا میخواد به وین بره، اما یانگ دلش نمیخواد اون به فروید نزدیک بشه. 2 سال میگذره. سابینا فارغ التحصیل شده و فکر میکنه انگیزه جنسی یه نیروی شیطانی و مخربه، اما فروید مخالفه. اون میگه در مورد یانگ هم اشتباه کرده و یانگ لایق جانشینی اون نبوده، چون به مسائل عرفانی اهمیت میداده. اما سابینا از نظریه یانگ دفاع میکنه، ولی فروید میگه دلیل اصلی دوری از یانگ رفتاری بوده که با سابینا داشته. فروید به سابینا پیشنهاد همکاری میده و اونو غافلگیر میکنه. فروید و یانگ بعد از چند بار نامه‌نگاری رابطهشون رو کامل با هم قطع میکنند. توی صحنه آخر سابینا رو میبینیم که ازدواج کرده و بارداره. ویانا اونو به خونش دعوت کرده و بهش میگه یانگ بعد از قطع ارتباطش با فروید حالش خوب نیست، نمیخوابه و خودش رو غرق کتاباش کرده. ویانا از سابینا میخواد یانگ رو ببینه تا شاید بتونه درمانش کنه. سابینا قبول میکنه. یانگ بهش میگه مدام خواب تموم شدن دنیا رو میبینه و نمیتونه بخوابه. اون از اینکه سابینا فروید رو برای همکاری انتخاب کرده ناراحته. یانگ میگه یه معشوقه جدید داره که باعث میشه به سابینا فکر کنه. یانگ اعتراف میکنه عشقش به سابینا مهمترین دستاورد زندگیش بوده و باعث شده اون خودش رو بشناسه. سابینا بهش میگه که بچه‌ای که توی شکمشه از یانگه و از اونجا میره. این فیلم بر اساس یه داستان واقعی نوشته شده. یانگ به عنوان رهبر روانشناختی جهان شناخته میشه و تو سال 1961 از دنیا میره. سابینا همراه 2 دخترش توسط نازی‌ها تو سال 1941 کشته میشن. فروید بر اثر سرطان تو سال 1939 میمیره. به نظر من این فیلم برای کسایی که به مسائل روانشناسی علاقه دارن واقعا زیباست. امیدوارم از دیدن این فیلم لذت برده باشین. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو حتما برام بنویسین. مرسی که امروز هم همراه من بودین. برای دیدن ویدیو کامل میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو تو دیسکریپشن نوشتم مراجعه کنید.